که جسد عیسی در آنجا گذارده شده بود خالی است. او 3 روز پس از مصلوب شدنش از مردگان قیام کرد. اینک زنده است. عیسی می‌خواهد وارد زندگی شما شود، چنان که گفته است: من قیامت و حیات هستم. هر کس به من ایمان آورد مرده باشد زنده گردد. قریب 2000 سال از زنده شدن مسیح می‌گذرد. هنوز هم مسیح زنده، بزرگترین، تواناترین و با نفوذترین شخصیت دنیاست. سیاستمداران متکبر، امپراتوران، دانشمندان، علما، فلاسفه و فقها طی قرون متمادی آمده و رفتند. اما عیسی هنوز زنده است. شخصیت مسیح در تاریخ بشریت یکتا و بی همتاست. تولد او نظیر ندارد. انجیل میگوید که از مریم باکره متولد شد. زندگی او بی نظیر بود. قدرت خدا در زندگی او عیان و آشکار بود. زندگی او مقدس و بدون گناه بود. در تاریخ دنیا هیچ کس قدرت معجزات او را نداشته است. پیام وی بی نظیر بود. عیسی محبت خود و بخشش الهی و زندگی نوینی را به هر کس که او را چون نجات دهنده قبول نماید عطا فرماید. پیام او به هر جا که رفته است حیات تازه، امید تازه و هدف تازه‌ای برای زندگی بشر بخشیده است. مرگ او بر صلیب بی نظیر بود. 2000 سال پیش خالق عالم یگان فرزند خود عیسی مسیح را فرستاد تا فدیه گناه تمام بشر گردد. او برای تو مصلوب گردید. قیام او بی نظیر بود. 3 روز بعد از مرگش عجیب ترین واقعه بشریت به وقوع پیوست. عیسی از مردگان برخاست. تولد او، زندگی او، مرگ او و قیام او همه ثابت می کنند که آنچه ادعا کرد حقیقت داشته. او فرزند خدا و نجات دهنده جهانیان است. همین عیسی امروز زنده است و می خواهد داخل زندگی شما شود، گناهان شما را ببخشد و به شما قدرت دهد که در پری زندگی زیست نمایید. به کلمات او گوش گیرید. بیایید نزد من ای تمامی زحمتکشان و گرانباران و من به شما آرامش خواهم بخشید. من راه راستی و حیات هستم. هیچ کس نزد پدر جز به وسیله من نمی آید. کتاب مقدس میگوید زیرا همه گناه کردند و از جلال خدا قاصر می باشند. کتاب مقدس همچنین میگوید مزد گناه موت است، اما نعمت خدا حیات جاودان در خداوند ما عیسی مسیح. او به وسیله مرگ خود کفاره گناهان شما شد و حال حاضر است تا وارد زندگانی شما گردد. اینک بر در ایستاده میکوبم. اگر کسی آواز مرا بشنود و در را باز کند، به نزد او در خواهم آمد. اینک برای اینکه بخشش و محبت او را بچشید و حیات جاودان یابید، باید او را چون فدیه خدا به جهت گناهان خود بپذیرید و به وسیله ایمان از او بخواهید که داخل زندگی شما شود. اگر اشتیاق قلبی شما بر این باشد، می توانید از روی ایمان دعا کنید تا عیسی به زندگی شما داخل شود. می توانید دعا کرده بگویید ای عیسی خداوند، من به تو محتاجم. سپاسگزارم که بر روی صلیب به خاطر گناهان من جان دادی. اینک قلب خود را به روی تو می گشایم و تو را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود می پذیرم. پس عنان زندگی مرا به دست گیر و از من انسانی بساز که مقبول تو باشد. آمین. اگر این دعا آرزوی قلبی شما را بیان می کند، می توانید آن را در قلب خود همراه من تکرار کنید.
ای عیسی خداوند، من به تو محتاجم. سپاس گزارم که بر روی صلیب به خاطر گناهان من جان دادی. اینک قلب خود را به روی تو می گشایم و تو را به عنوان نجات دهنده و خداوند خود می پذیرم. پس عنان زندگی مرا به دست گیر و از من انسانی بساز که مقبول تو باشد. آمین. حال که با تمامی دل چنین دعا کرده اید و از خداوند با ایمان خواسته اید که به زندگی شما وارد شود، می توانید مطمئن باشید که او به وعده خود عمل نموده. همچنین مطمئن باشید که گناهان شما بخشیده شده است، که اینک فرزند خدا هستید و حیات جاودان دارید. اگر بخواهید زندگی سرشاری را که مسیح وعده داده است از آن خود گردانید، هر روز دعا کنید و به وسیله خواندن کلام خدا اراده او را برای زندگی خود کشف کنید. با ایمانداران مشارکت داشته باشید و همیشه وعده‌های عجیب او را به خاطر بیاورید. تو را هرگز رها نکنم و تو را ترک نخواهم نمود و اینک هر روز تا انقضای عالم همراه شما می باشم. در گذشته‌های دور انبیا در کتاب مقدس نوشتند که خدا مسیح را خواهد فرستاد تا گناهکاران را نجات بخشد و ایشان را با خدا آشتی دهد. زندگی عیسی نشان می‌دهد که او به راستی نجات دهنده است که خدا وعده‌اش را داده بود. اشعیا نوشته باکره آبستن خواهد شد و پسری خواهد زایید. همینطور هم شد. خدا با قدرت خود کاری کرد که مریم زمانی که هنوز باکره بود آبستن شود و عیسی را به دنیا بیاورد. در کتاب مقدس نوشته شده بود که معجزه تولد او نشانه الهی بود بر این که این کودک همان مسیح است، همان که خدا پسر خود نامیده بود. مردم در عیسی طبیعت و قدرت خدا را می‌دیدند. او بیماران را شفا می‌داد، گناهانشان را می‌بخشید و وعده می‌داد که ایشان را به پادشاهی ابدی خود بپذیرد. عیسی جان خود را قربانی کرد و به جای همه بشر متحمل مجازات شد. بعد از آن او باز زنده شد و نشان داد که قدرتش از قدرت مرگ برتر است. عیسی آن مسیح موعود فرمود: قدرت دارم جان خود را بدهم و قدرت دارم آن را باز پس گیرم. زندگی عیسی نوشته های انبیا را تحقق بخشید و تایید کرد که کلام مقدس خدا همان گونه که انبیا گفته بودند بدون خطا و ابدی است. عیسی نیز فرمود: سخنان من هرگز از بین نخواهد رفت. عیسی آمد تا به ما حیات ببخشد، حیات در کمالش، درست مانند زمانی که خدا نخستین مرد و زن را آفرید، اما ایشان به خدا اعتماد نکردند و نافرمان شدند. این عمل شرم‌آور ایشان را از خدا جدا ساخت. در کتاب مقدس آمده که همه انسان‌ها گناه کردند و نتیجه گناه مرگ است، به این معنی که گناهکاران نمی‌توانند با خدا رفاقت داشته باشند. اما همانطور که خدا قوچی تدارک دید تا به جای پسر ابراهیم بمیرد، عیسی را نیز فرستاد تا به جای نسل‌های آدم بمیرد. او چنین کرد تا هر که به عیسی ایمان آورد و توکل کند بتواند به حضور خدا راه یابد. بنابراین پیروان عیسی از مجازات جهنم رهایی می‌یابند و تا ابد با خدا زندگی خواهند کرد. وقتی عیسی پس از مرگ زنده شد، به پیروان خود فرمود: مردم به نام من به تمام ملت‌ها اعلام خواهند کرد که خدا گناهان کسانی را که توبه و بازگشت کنند خواهد بخشید. همچنین عیسی فرمود که روح القدس را خواهد فرستاد تا با پیروانش باشد و راستی را به آنها نشان دهد و قدرت بدهد تا راه خدا را پیروی کنند. وقتی آن زن گناهکار توبه کرد و شروع به پیروی از عیسی نمود، عیسی به او فرمود: گناهانت بخشیده شد، ایمانت به من تو را رستگار ساخته است. عیسی فرمود که محبت راستین انسان به خدا نشانه این است
که خدا گناهانش را بخشیده است. عیسی مسیح از مردم خواست او را پیروی کنند. آنانی که تصمیم میگیرند پیرو او گردند میتوانند با بیان این کلمات رابطه خود را با او آغاز کنند. خداوندا، تو مقدس و متعال هستی. سپاسگزارم که مرا دوست داری. غمگینم که از احکام تو سرپیچی کردم و در حق تو گناه ورزیدم. سپاسگزارم که عیسی را فرستادی تا بر صلیب به جای من بمیرد و اینکه او باز زنده شد. سپاس که او مجازات گناه را که من سزاوارش بودم بر خود گرفت. من میخواهم راه تو را پیروی کنم و عیسی را نجات دهنده و سرورم بسازم. سپاس که گناهانم را بخشیدی و راه را گشودی تا به حضور تو بیایم و تا ابد در پادشاهیت با تو باشم. استدعا دارم که روح القدست را به من ارزانی بداری تا با من باشد و راه تو را به من نشان دهد. باشد که او مرا قوت بخشد تا تو را با تمامی دل خود دوست بدارم و زندگیم مورد پسند تو باشد. آمین. عیسی درباره پیروانش فرمود: گوسفندان من صدای مرا میشنوند. من آنها را میشناسم و ایشان به دنبال من میآیند. پیروان عیسی گرد هم میآیند و هر روز با او راز و نیاز کرده تعالیمش را از کتاب مقدس میخوانند و میکوشند از او سرمشق گرفته او را به دیگران معرفی کنند. عیسی آنها را با روح القدس که در دل آنهاست هدایت کرده قدرت میبخشد. عیسی پیش از صعودش به آسمان فرمود: خداوند تمامی قدرت را در آسمان و بر زمین به من داده است. این را یقین بدانید من همواره با شما هستم تا پایان جهان.